عدس آب پز شده رو با برنج دم میذارن، یکم کشمش و خرما هم قاطیش میکنن، بعد بهش میگن عدس پلو. خب معلومه که اینطوری غذا خشک و بیمزه میشه. بقیه هم به جای عدس پلو بهش میگن، اینو دیگه شما بگین. ولی نگران نباش، چون این بار قراره یه عدس پلوی خوش عطر، نرم و لذیذ درست کنیم که هیچ کس نتونه بهش ایراد بگیره. بریم سراغش. برای 6 نفر این مواد رو لازم داریم. برنج 3 پیمانه، عدس 1.1 پیمانه، مقدار عدس نصف مقدار برنج باشه. گوشت چرخ کرده 250 گرم که بهتره کم چربی باشه تا غذا خیلی بوی چربی نگیره. کشمش 1 پیمانه، هویج که باید تازه و سفت و شیرین باشه 3 تا 4 عدد، پیاز 1 دونه متوسط، پیاز داغ 1 پیمانه، روغن، زعفرون دم کرده، نمک، فلفل، زردچوبه، دارچین و کره به مقدار لازم. عدس پاک شده رو با مقدار کافی آب خیس می‌کنیم. نیم تا 1 ساعت خیس بخوره کافیه. بریم سراغ بقیه کارها. یه پیاز متوسط رو رنده می‌کنیم و با 2 قاشق روغن کمی حرارت میدیم. بلافاصله گوشت رو اضافه می‌کنیم تا پیاز بهش عطر و طعم بده. بعد نمک، فلفل سیاه تازه آسیاب شده، دارچین و زردچوبه رو هم با گوشت تفت میدیم. نکته مهم، گوشت رو سریع هم بزنید و باز کنید تا به هم نچسبه و گلوله نشه. وقتی گوشت کاملا سرخ شد اجازه میدیم کمی خنک بشه و بعد زعفرون دم کرده رو بهش اضافه میکنیم. اینطوری عطر زعفرون بهتر حفظ میشه. خب بریم سراغ کشمش. کشمش پاک شده رو با آب سرد میشوریم و آبکش میکنیم. بعد توی تابه با کمی روغن و 1 قاشق کره روی حرارت ملایم 1 تا 5 دقیقه تفت میدیم تا براق بشه. دقت کنید قبل از اینکه کشمش پف کنه حرارت رو خاموش کنید، چون اگه پف کنه ممکنه خراب بشه. و اگه دوست داشتین 1 قاشق گلاب، 1 قاشق زعفرون هم به کشمش اضافه کنید تا عطر و طعمش خاص‌تر بشه. برای آماده کردن هویج 3-4 تا هویج رو خلالی نازک یا رنده درشت می‌کنیم. موقع رنده کردن بهتر از بالا به پایین و یک طرفه باشه و رفت و برگشتی نباشه. یه تابه نچسب رو روی شعله میذاریم، هویج رو به تابه اضافه میکنیم و روی شعله ملایم شروع به تفت دادن میکنیم. شعله نباید زیاد باشه چون در این صورت هویج سریع سرخ میشه اما مغزش خام میمونه. 10 دقیقه با شعله کم تفت میدیم تا کاملا بپزه. 6 تا 7 قاشق غذاخوری روغن هم کافیه. مقدار روغن باید نسبتاً زیاد باشه اما هویج توی روغن شناور نشه. بعد از اینکه هویج نرم شد بهش کره، زعفرون و اگه دوست داشتین 1 قاشق چایخوری شکر و گلاب اضافه کنین و بعد یه تفت کوچولو هویج آماده است. بعد از پخت هم حتما توی صافی بریزینش تا روغنش کامل گرفته بشه. و حالا کلی مواد خوش طعم و خوش عطر داریم تا روی عدس پلو رو تزیین کنیم. خب دیگه عدس رو با آب و کمی نمک روی شعله متوسط میذاریم تا آروم بجوشه. وقتی 90% پخت عدس رو آبکش میکنیم. چرا؟ چون قراره یه دور دیگه با برنج دم بکشه، پس نباید له بشه. برنج رو هم توی آب جوش میریزیم و وقتی روی سطح آب اومد سریع آبکش میکنیم. روش آب سرد میریزیم تا قد بکشه. حالا میرسیم به مهمترین بخش. کف قابلمه یکم روغن، نون، کنجد و زعفرون میریزیم. بعد برنج و عدس رو لایه لایه اضافه میکنیم. هر لایه که ریختیم یه کوچولو دارچین و زعفرون هم میریزیم تا عطرش محشر بشه.
در قابلمه رو میذاریم و اجازه میدیم 30 تا 40 دقیقه روی شعله ملایم دم بکشه. آخر پخت برنج هم روش کره میذاریم. اینجاست که همه عطرها با هم ترکیب میشن و یه غذای فوق‌العاده بهتون تحویل میده. با این روش پوسته عدس‌ها جدا نمیشه و برنج کاملا دون در میاد و چون کره رو اواخر پخت اضافه کردیم خوب به خورد برنج میره و همش ته‌نشین نمیشه. این پلو با عطر دارچین و زعفرون و کره کنار پیاز چیپسی، گوشت، کشمش و هویج با هم یه ترکیب خوشمزه و دلچسب میسازن. این روش رو امتحان کنین، قول میدم که عاشقش میشین. و اگه دوست دارین ویدیو یه مدل دیگه عدس پلو با کاری، آویشن، گوشت قلقلی و خرما رو ببینین، برام توی کامنت ها بنویسین تا ویدیوش رو درست کنم.